شب گذشته پیکر بیجان مرحوم زهره فکور صبور کشف شد. حدود ساعت 9 شب خبر مرگ مشکوک زن جوانی توی یک منزل مسکونی به مرکز پلیسی 110 اعلام شد که به سرعت ماموران پلیس در محل حاضر شدند. ماموران با حضور در محل با پیکر بیجان خانم زهره فکور مواجه شدند. در تحقیقات اولیه سراغ فردی رفتن که خودش رو همسر مرحوم معرفی کرده بود. اون توی تحقیقات گفته که خانم فکور جواب تلفنم رو نمیداد. بعد از اینکه به خانه اومدم دیدم همسرم بیحال توی پذیرایی افتاده که با اورژانس تماس گرفتم. تحقیقات نشان میده تلاش اورژانس برای احیای خانم زهره فکور که ظاهراً اقدام به مصرف 100 تا قرص آرامبخش کرده نتیجه‌ای نداده. این بازیگر 43 ساله این روزا مشغول ایفای نقش روی سریال تلویزیونی بی همگان به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی مهران مهان بود. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.